سلام. برای ثبت مشاوره‌های جدید وارد سایت insurancesaman.com میشیم. نام کاربری، رمز عبور و کد امنیتی رو وارد میکنیم. دسترسی سریع رو انتخاب میکنیم و از ستون وسط مشاوره رو انتخاب میکنیم. همین حالا شروع کن رو میزنیم و مجدد کد کارشناسی و رمز عبور رو باید وارد کنیم. از ستون سمت راست اولی مشاوره‌های مشاوره‌هایی که قبلا انجام دادید رو اینجا میتونید پیگیری کنید و وضعیتش رو تغییر بدید و قابل مشاهده هست. ستون سمت راست گزینه دوم ثبت مشاوره جدید داریم که باید در ابتدا بازار هدف رو مشخص کنیم. بازار گرم آشنا، دوستان، کسایی که میشناسیم. بازار سرد کسایی که هیچ شناختی نداریم و ارجاعی داریم که لیست ارجاعی رو که گرفتیم اگر از اون دایره ارتباط بودن اینجا میتونیم وارد کنیم. نام و نام خانوادگی رو میزنیم، شماره تماس و وضعیت مشاوره که نیاز به پیگیری داره، فروخته شده یا نشده یا جزء لیست اولیه هست. ثبت مشاوره رو میزنیم و تمام. اگر شما مدیر هستید برای مشاهده مشاوره‌های تیمتون این قسمت رو انتخاب میکنید که لیست مشاوره تمام اعضا قابل مشاهده است.